شاید زوجای زیادی تو فوتبال بودن که نشه فراموششون کرد. از چارلتون و بس گرفته تا ژاوی و مسی، حتی هانری و برکمپ. اما روبن و ریبری یه چیز دیگه بودن. 2 وینگر قرمزپوش بایرن که 10 سال نه تنها بوندسلیگا رو به زیر سلطه خودشون درآوردن که حتی اروپا رو هم به چالش کشیدن. پاداششون هم یه چمپیونز لیگ تاریخی بود. قبل از اینکه اسم یامال بیاد وسط و همه از کات اینسایدش حرف بزنن، این روبن بود که از راست میزد تو عرض و با اون پای چپ جادوییش توپو میفرستاد همون گوشه همیشگی. همه هم میدونستن چی کار میخواد بکنه ولی هیچ وقت نمیتونستن جلوشو بگیرن. ریبری هم که با اون صورت زخمی و استارتای انفجاریش کابوس هر مدافعی بود و از هیچ هم موقعیت میساخت. یکی راست پا، یکی هم چپ پا. انقدر مکمل هم بودن که انگار برای هم ساخته شده بودن. تو زمین جوری با هم قاطی می‌شدن که فکر می‌کردی با هم برادرن. از گومز تا لوا هر مهاجمی رو آقای گل کردن. از یوب هانکس تا کواچ همه رو قهرمان کردن. اما تهش خودشون بودن که تو کوران رونالدو و مسی غرق شدن. شاید اگه اونا نبودن حداقل یه توپ طلا سهمشون میشد. اونا شاید امروز از زمین فوتبال رفتن، اما تو خاطرات من و تو هنوز دارن بازی میکنن.